سلام، من مهدی ناصری هستم و شما دارید به اپیزود 5 پادکست داده‌گذار گوش میدید. توی پادکست داده‌گذار من هر دفعه در مورد داده‌هایی صحبت میکنم که شرکت‌های مختلف توی گزارش‌های عمومی که منتشر کردن در موردشون حرف زدم و سعی میکنم از اونها بینش‌ها و اینسایت‌هایی رو که به نظرم میاد میتونه به درد هممون بخوره رو در بیارم و باهاتون در میون بذارم. پادکست داده‌گذار رو میتونید توی یوتیوب، تلگرام یا کست باکس با همین اسم داده‌گذار جستجو بکنید و هر جا که راحت هستید بهش گوش بدید. خب توی این اپیزود میخوام در مورد گزارشی صحبت بکنم که سایت فودکس از بازار خرید آنلاین مواد غذایی توی ایران منتشر کرده. قراره که با هم ببینیم، یا اینجوری بگم که قراره با هم چند تا دیتای مهم در مورد نحوه رفتار و مدل رفتار کاربران ایرانی در حوزه خرید آنلاین مواد غذایی و خوراکی ببینیم. قبل از اینکه در مورد گزارش و داده‌های مهمش صحبت بکنم، این رو بگم که این گزارش رو سرویس یا سایت فودکس آماده کرده. فودکس ظاهراً خودش رو یک پلتفرم یا نمایشگاه دیجیتال برای صنایع غذایی ایران معرفی میکنه و حتما اگر به سایتش مراجعه بکنید میتونید خدمات مختلف این سایت رو هم ببینید که من الان خیلی واردش نمیشم. این گزارش ظاهرا در راستای فعالیت‌هایی که فودکس برای شفاف‌تر کردن صنعت مواد غذایی و خوراکی توی ایران داره انجام میده و در کنار این گزارش‌های دیگه‌ای هم منتشر کرده که اونها رو هم میتونید توی سایتشون ببینید. این گزارش از اینجا برای من مهم بود که در مورد رفتار آنلاین کاربران ایرانی بوده. اینکه آیا مواد خوراکی و غذایی خودشون رو به صورت آنلاین میخرن یا نه، اگر میخرن چرا، اگر نمیخرن چرا، و اونایی هم که میخرن چند تا دیتای خوب در مورد رفتارشون منتشر شده. قبل از اینکه داده‌های منتشر شده توی این گزارش رو ببینیم، این رو بگم که فودکس این گزارش رو بر اساس یک نظرسنجی تهیه کرده. این نظرسنجی رو در دی ماه 1402 انجام داده و اونطور که گفته نزدیک 2000 نفر به صورت آنلاین توی این نظرسنجی شرکت کردن. این نکته رو باید در مورد این گزارش و گزارش‌های مشابه دیگه‌ای که بر اساس نظرسنجی کاربران تهیه میشه همیشه در نظر داشته باشیم که اینها به نوعی خود اظهاری هستند و ممکنه که خطای زیادی توش وجود داشته باشه و میزان اتکای ما و اعتماد ما به این داده ها باید در حدی باشه که این رو در نظر بگیریم که این داده ها رو خود کاربران اظهار کردن. خب قبل از اینکه گزارش رو ببینیم، به صورت کلی باید بگم که داریم در مورد صنعت خرید آنلاین غذا و مواد خوراکی توی ایران صحبت میکنیم. این خرید آنلاین میتونه دقیقاً خرید آنلاین خود غذا از رستوران ها باشه به صورت آنلاین، یا خرید مواد خوراکی که در ذیل صنعت FMCG یا در واقع کالاهای تند مصرف قرار میگیرن که هم شامل سوپرمارکت ها میشه و هم شامل خرید خود غذا از رستوران ها. میدونیم که خرید آنلاین غذا توی ایران سال هاست که راه افتاده، رقبای زیادی توش اومدن فعالیت کردن، یه سریاشون رفتن، یه سریاشون موندن و رقبای جدیدی هم وارد این مارکت میشن. مارکت بسیار بزرگیه و میدونیم که به اندازه کافی استبلیش شده، پایدار شده و مارکتی نیست که بگیم نوظهوره و معلوم نیست در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. کاربرای ایرانی رفتارشون تغییر کرده، به طرز چشمگیری عادت کردن که بخشی از مواد غذایی خودشون رو به صورت آنلاین تهیه بکنند. از اون طرف صنعت FMCG یا محصولات سوپرمارکتی هم میدونیم که چند سالیه که توی ایران خیلی داغ شده و در حال حاضر هم رقبای زیادی دارن توی این حوزه کار میکنن. بنابراین در مورد داده‌هایی صحبت میکنیم توی این گزارش که داره در مورد دو تا صنعت بسیار نزدیک به هم صحبت میکنه: خرید آنلاین غذا و خرید مواد خوراکی تند مصرف که معمولا ما اون رو به صورت تهیه یا خرید سوپرمارکتی میشناسیم. این گزارش قبل از اینکه وارد یافته‌های نظرسنجی خودش بشه، دو تا داده از داده‌های جهانی توی گزارش گنجونده و در موردش صحبت کرده که
متاسفانه هر دوتای این داده ها تا حدی نحوه بیانش و نحوهی که توی گزارش اومده خیلی دقیق نیست و من با وجودی که سعی کردم این رو با داده های دیگه‌ای تطابق بدم موفق نشدم دقیقاً بفهمم که تو این تیکه از گزارش چه اتفاقی افتاده. منتها خوبه که در موردش صحبت بکنیم. در درجه اول خواسته نشون بده که خرید آنلاین مواد خوراکی توی کل دنیا در حال افزایشه که حالا این طبق ترندیه که به صورت کلی در مورد ای کامرس دنیا داریم. ظاهرا قبل از سال 2020 و قبل از همهگیری کووید این نرخ نزدیک زیر 5% بوده، یعنی زیر 5% از کاربران آنلاین مواد خوراکیشون رو به صورت آنلاین تهیه می‌کردند. کووید باعث شده که این نرخ به شدت افزایش پیدا بکنه، نزدیک 2 الی 3 برابر بشه و بعد از کووید هم توی سالهایی که بعد از کووید داشتیم این نرخ الان در دنیا نزدیک بین 10 الی 15% و بعضی جاها تا 20% هم طبیعتاً رسیده. یعنی داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که 20% از کاربران دارن مواد خوراکیشون رو به صورت آنلاین تهیه می‌کنند. از اون طرف داده دیگه‌ای منتشر شده که من هر چی سعی کردم این داده رو بفهمم با داده‌های دیگه‌ای که توی اینترنت وجود داره تطابق بدم، متاسفانه موفق نشدم. به چند دلیل. یکی این که خیلی واضح گفته نشده که این داده در مورد چیه. به طور کلی گفتن خرید آنلاین در جهان بر اساس رده‌های محصولی، یعنی ما انتظار داریم که دسته‌بندی‌های مختلف محصول رو ببینیم و سهم هر کدوم رو از خریدای آنلاین، ولی چیزی که می‌بینیم خیلی ظاهراً داده جالبی نیست. یعنی مثلا مبلمان منزل 3.4% بیشترین سهم رو داره، سلامتی و زیبایی 2.8% در رتبه دوم قرار گرفته. کلا داده ها یکم عجیبن، من نتونستم داده دیگه رو اینترنت پیدا بکنم که این رو تایید بکنه و نمیدونم منظورشون از انتشار این داده چی بوده و واقعا نقد کلی هست به این گزارش که باید یه مقدار داده هایی رو که به خصوص از داده های جهانی استفاده میکردن رو با دقت بیشتری با ریفرنس اینجا قرار میدادن. ولی به طور کلی باید بدونیم که خرید مواد خوراکی الان توی دنیا سهم قابل توجهی از کل خریدهای آنلاین رو داره. دلیلش هم به خاطر تند مصرف بودنشه، یعنی که ما تقریبا میتونیم بگیم همه مردم به نحوی باید مواد خوراکی بخرن و هر روز احتمالاً این کار رو انجام میدن، در مقابل حوزه های دیگه مثل لوازم خانگی یا پوشاک که ممکنه سالی یه بار، 2 بار یا نهایت 3-4 بار آدما بخوان که خرید انجام بدن. بنابراین از این نظر اگر در نظر بگیریم خرید اقلام خوراکی سهم خوبی از ای کامرس دنیا رو به خودش اختصاص داده. خب بریم سراغ داده هایی که فودکس از وضعیت خرید خرید آنلاین خوراکی ها توی ایران منتشر کرده. اولین داده جالبیه، یعنی داده خیلی مهم و کلیدیه. شاید اگر همین یک داده رو ما میتونستیم داشته باشیم و بدونیم از کل این گزارش کفایت میکرد. این که چند درصد از مردم ایران دارن آنلاین مواد خوراکی خودشون رو خرید میکنن. طبق این نظرسنجی 88% اظهار کردن که اقلام خوراکی خودشون رو حضوری تهیه میکنن، 11.5% اعلام کردن که به صورت آنلاین خرید میکنن و 0.5% اعلام کردن که به صورت تلفنی مواد خوراکی خودشون رو از رستوران ها یا سوپرمارکت ها خرید میکنند. بنابراین اینجا ما به یک عددی نزدیک 11% میرسیم، یعنی 11% از مارکت ایران آنلاین شده توی حوزه خرید خوراکی و اقلام و غذا. منتها خوب این رو در نظر بگیریم که این نظرسنجی از کاربران آنلاین انجام شده و ما میدونیم که نزدیک 80 الی 85% مردم ایران هنوز آنلاین شدن و به نحوی میشه اونها رو کاربران آنلاین قلمداد کرد. بنابراین اگر این یعنی 80 الی 85% رو ضرب در این 11% بکنیم به یه عددی نزدیک 8% میرسیم که به نظر من کمی معقول تره. یعنی ما میتونیم در نهایت با یک میزان خطا و اطمینانی بگیم که
نزدیک 7 الی 8% کاربران ایران عادت کردن یا حداقل یک بار میان و در طول روزمرهشون خرید آنلاین مواد خوراکیشون رو به صورت آنلاین خرید میکنند. این عدد قابل توجهیه. این هم عدد بزرگیه و هم عدد مهمیه و این گزارش به نظر من تلاش خوبی کرده که این عدد رو برای ما در بیاره. بنابراین اولین داده که به نظر من مهمه از این گزارش ما توی ذهنمون داشته باشیم اینه که نزدیک 8% از کاربران آنلاین ایران مواد خوراکیشون رو به صورت روتین یا غیر روتین به صورت آنلاین تهیه میکنند. در ادامه این گزارش از کاربرانی که مواد خوراکی خودشون رو آنلاین خرید نمی‌کنن، یعنی عادت دارن بیشتر حضوری خرید بکنن، پرسیده که چرا دوست دارید حضوری خرید بکنید. در واقع دلایلی که شما رو ترغیب میکنه کماکان خریدتون رو به صورت حضوری انجام بدید، خرید مواد خوراکیتون رو به صورت حضوری انجام بدید چیه؟ من 5 دلیل اولش رو اینجا میگم. امکان ارزیابی مستقیم کالا حدود 41% گفتن که خرید حضوری باعث میشه که ما بتونیم به صورت مستقیم کالاها رو ارزیابی بکنیم. 39% گفتن تهیه فوری اقلام مورد نیاز، یعنی ما در لحظه خب نیاز داریم که فرض کنیم تخم مرغ بخریم، ماست بخریم، شیر بخریم و خب میریم سریع از سوپرمارکت میخریم. حدود 27% گفتن راحتی خرید حضوری که خب این هم واقعا باید باز بشه منظور از راحتی چی بوده. حدود 9% گفتن امکان استفاده از حساب دفتری که خب این هم قابل توجهه، چون که بخش مهمی از خرید مواد خوراکی توی ایران تویش هم شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچیک به صورت محلی انجام میشه، به صورت لوکال انجام میشه و آدم ها معمولا با فروشنده ها ارتباط نزدیکی دارن، میتونن حساب داشته باشن، قرض داشته باشن، بدهی هاشون رو سر ماه تصفیه کنن و مواردی مثل این. و نهایتا 9% هم گفتن راحتی در پس دادن محصول. خب این 4-5 تا دلیل اصلی رو بذاریم کنار هم تا بعد بریم دلایل ترجیح خرید آنلاین رو هم ببینیم و موانع خرید آنلاین رو هم ببینیم. من به این قضیه برمیگردم، منتها اینجا خیلی کلی بخوام یه جمع‌بندی بکنم. توی خرید آنلاین به صورت کلی فاکتورهای مختلفی هستن که توی تصمیم گیری کاربران تأثیر میگذارند. چه تاثیرگذاری روی این که آنلاین خرید بکنند یا نکنند، یعنی حضوری خرید بکنند، چه تاثیرگذاری روی این که از کجا خرید آنلاین انجام بدن. 2 تا فاکتور خیلی مهم به صورت کلی وجود داره، یکیش اطمینانه و یکیش راحتی. بیاین در مورد اطمینان صحبت بکنیم. به نظر میاد که این دلایل به طور کلی حول محور مسئله اعتماد قرار میگیره. یعنی کاربرانی که اعتماد به خرید براشون خیلی مهمه ترجیح میدن که حضوری خرید بکنن، یا عمده دلایلی که باعث میشه برن حضوری خرید بکنن به خاطر اینه که میخوان فاکتور اعتماد رو توی خریدشون لحاظ بکنن، از این که چیزی که میخرن دقیقاً همون چیزی باشه که میخرن، به خصوص این که مواد خوراکی به طور مستقیم با سلامتی و بهداشت انسان‌ها در واقع به طور تنگاتنگی در ارتباطه. این قضیه خیلی مهم میشه در مورد اینکه اون چیزی که میخرن سالم باشه، بسته‌بندی مناسبی داشته باشه، تاریخ انقضا داشته باشه، توی شرایط مناسبی نگهداری شده باشه. مثلا اقلام یخچالی حتما توی یخچال باشه، اقلامی که نیاز داریم که از جای مرطوب نباشه مثلا دور باشه. همه اینها باعث میشه که آدم‌ها، کاربران ترجیح بدن که به صورت حضوری مراجعه بکنن و اول خودشون ببینن، ارزیابی بکنن و بعد بخرن. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم تا توی بخش بعدی که در مورد دلایل ترجیح خرید آنلاین صحبت میکنیم به این قضیه من دوباره برمیگردم. فودکس توی این نظرسنجی از کاربرانی که گفتن ما معمولا اقلام خوراکیمون رو به صورت حضوری میخریم پرسیده که چرا آنلاین نمیخرید، یعنی دلیل این که نمیخواید آنلاین بخرید چیه.
دوباره من 5 دلیل اصلی که این کاربران، یعنی کاربرانی که خرید حضوری انجام میدن، عنوان کردن رو اینجا باهاتون مرور میکنم. 25% گفتن عدم اطمینان از کیفیت اقلام. حدود 17% گفتن نگرانی نسبت به مغایرت اقلام سفارش داده شده. حدود 14% گفتن عدم اطمینان نسبت به ارسال به موقع. حدود 11% گفتن در محل سکونت من امکان خرید آنلاین وجود ندارد. بعد دلایل دیگه‌ای مثل پشتیبانی ضعیف اپلیکیشن ها، تنوع کم کالا یا برندها و موارد دیگه توی این قضیه اومده که سهمای زیر 5% دارند. خب دوباره برگردیم به همون صحبتی که داشتیم. کماکان اطمینان از خرید توی در واقع کانال های خرید آنلاین به اندازه‌ای نیست که این کاربران رو ترغیب بکنه که بیان سفارش آنلاین بدن تو حوزه مواد خوراکی و غذا. اینجاست که باید بدونیم کسانی که بازیگرانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنند، برای اینکه بتونن مزیت رقابتی نسبت به رقبا ایجاد بکنند در درجه اول و در درجه دوم بتونن بخشی از بازار آفلاین رو تبدیل به بازار آنلاین بکنند، باید تمرکزشون رو بزنن روی ایجاد اعتماد و اطمینان برای کاربران. ما میدونیم که روش‌های زیادی برای این قضیه وجود داره: پشتیبانی خوب، امکان خرید، امکان بازگشت کالا، دلیوری سریع. چون میدونید تحویل سریع همیشه نشون دهنده اینه که محصولات انگار تازه و سریع از فروشگاه در اومدن و به دست ما رسیدن. محتوای خوب، راهنماهای خوب برای اینکه بتونن محصولات رو ارزیابی بکنن، مقایسه بکنن. همه این فاکتورها و به اضافه فاکتورهای دیگه میتونن باعث بشن که یکی از این بازیگرها نسبت به بقیه رقبا مزیت رقابتی به وجود بیاره، اگر بتونه به کاربران این اعتماد و اطمینان رو بده که مواد خوراکی و غذاییشون رو به صورت آنلاین از اون بخرن. خب در ادامه این گزارش فودکس از کاربرانی که توی نظرسنجی حضور پیدا کردن پرسیده که از اونایی که به صورت آنلاین خرید میکنن پرسیده که چرا آنلاین خرید میکنید. بنابراین این دسته از سوالها رو کسایی پاسخ دادن که یعنی اون نزدیک 11% پاسخ دادن که غذاشون یا مواد خوراکیشون رو به صورت آنلاین تهیه میکردن. خوب این دلایل رو هم ببینیم و بذاریم کنار دلایل اون افرادی که به صورت آنلاین خرید نمی کردند. باز من عنوانها رو می خونم. حدود 45% گفتن به خاطر صرفه‌جویی در زمان، حدود 23% گفتن قیمت مناسب، حدود 21% گفتن تنوع محصولات و برندها، 5% گفتن در دسترس بودن محصولات مطابق با پرهیز غذایی من و دلایل دیگر و همینطور نبود سوپرمارکت و رستوران در نزدیکی محل زندگی. برگردیم به دلایل اصلی، یعنی 45% صرفه‌جویی در زمان، قیمت مناسب، تنوع محصولات و برندها. اینجا اون فاکتور دومی که گفتم توی خرید آنلاین روی رفتار کاربران تاثیر میذاره خودش رو نشون میده: راحتی. عمده کاربرانی که به صورت آنلاین خرید میکنن، چه اقلام خوراکی و چه غیر خوراکی، راحتی فرایند خرید یکی از دلایل اصلیشونه. بنابراین مزیتی که خرید آنلاین اضافه میکنه، چه در حوزه مواد خوراکی و چه در بقیه حوزه ها، بیشتر تأکید و تمرکز روی راحتی فرآیند خرید. این راحتی میتونه صرفه‌جویی در زمان باشه، میتونه مشاهده تنوع محصولات و برندهای زیاد بدون هزینه زمانی و مکانی باشه، یعنی بدون اینکه شما به مغازه‌های زیادی سر بزنید میتونید سر جاتون بشینید به صورت آنلاین تنوع محصولات و برندهای مختلف رو ببینید و با هم مقایسه بکنید. قیمت مناسب رو هم بهش باید خیلی توجه بکنیم. قیمت مناسب رو میشه در حوزه راحتی گذاشت، چون باعث کاهش هزینه میشه. یعنی شما وقتی میتونید به صورت آنلاین با قیمت بهتری خرید بکنید، این به معنای اینه که دارید هزینه کمتری میکنید، هزینه مالی کمتری میکنید و این خرید براتون خرید راحت تریه. در ادامه فودکس از کاربرانی که به صورت آنلاین خرید میکنن، باز داریم در مورد مواد خوراکی و اقلام خوراکی و مواد غذایی صحبت میکنیم، پرسیده که چالش‌های اصلی خرید آنلاینتون چیه؟ به ترتیب 18% گفتن هزینه زیاد ارسال،
14% گفتن تنوع کم کالا یا برندها، 14% دوباره گفتن کیفیت پایین اقلام سفارش داده شده، 13% گفتن عدم ارسال به موقع. این 4 دلیل اصلی رو اگر توجه بکنیم بهشون و حالا بقیه دلایل مثل مغایرت اقلام سفارش داده شده، پشتیبانی ضعیف، عدم امکان بررسی جدول ارزش غذایی، سختی کار با اپلیکیشن ها و محدودیت روش پرداخت، که البته این آخریا زیر 5% 7% جواب دادند، اینها رو اگه در نظر بگیریم و بذاریم در کنار دلایل خرید آنلاین و از اون طرف دلایل کسانی که حضوری دوست داشتن خرید بکنن، باز به این دو قطبی بزرگ بین راحتی و اطمینان میرسیم. از یه طرف خرید آنلاین فرایند رو راحت کرده ولی آدم‌ها سخت‌تر میتونن اطمینان بکنند. از اون طرف خرید حضوری درسته سخت داره ولی اطمینان بالایی داره و شما از اون چیزی که دارید میخرید مطمئنید. بنابراین به نظر میاد که مزیت رقابتی توی این حوزه رو کسی به دست میاره که بتونه همزمان در کنار راحتی خرید اطمینان از خرید رو هم به کاربرانش نشون بده و این ارزش رو بهشون ارائه بده. در مورد هزینه زیاد ارسال هم خوبه توجه بکنیم. همچنان توی ای کامرس توی ایران هزینه ارسال یکی از موانع روانی اصلی برای نخریدن آنلاینه، به خصوص توی حوزه های تند مصرف مثل غذا و مواد خوراکی که شما باید دفعات زیادی خرید بکنید و هر بار باید یک هزینه ارسال رو تقبل بکنید. این هزینه ارسال حالا مثلا جایی مثل تهران الان میدونیم توی خیلی از سایت هایی که توی حوزه های غذا و FMCG دارن کار میکنن یک عددی بین 20 الی 30 هزار تومنه و از اون طرف میدونیم که بسکت سایز یا متوسط خریدی که کاربران انجام میدن معمولاً ممکنه که بین 300-400 هزار تومان باشه و اینکه شما 10% از هزینه بسکتتون رو برای هزینه ارسال باید پرداخت بکنید از نظر روانی مانع بزرگیه. منتها میدونیم که این یک در واقع زنجیره‌ای از خدمات ما کماکان توی ایران توی زنجیره خرید آنلاین توی بحث لوجستیک و ارسال کماکان مشکل داریم. هنوز سرویس های بهینه ایجاد نشده. از اون طرف توی بحث پرداخت هم کماکان مشکلاتی داریم. البته رو به رشد بوده به خصوص پارسال با اضافه شدن سرویس های اعتباری BNPL Buy Now Pay Later و میدونیم که این موانع داره به مرور برداشته بشه. بنابراین صنعت خرید آنلاین مواد خوراکی و غذا بخشی از این زنجیره است و تا کل این زنجیره نتونه با همدیگه به صورت بهینه کار بکنه هر کدوم از اجزای این زنجیره هم نمیتونه رشد مناسبی داشته باشه. در ادامه فودکس از کاربران پرسیده که از کاربرانی که به صورت آنلاین خرید میکنن پرسیده که بیشتر چه محصولاتی رو سفارش میدین. نزدیک 47% گفتن غذای رستورانی، 28% گفتن خوراکی و نوشیدنی های سوپرمارکتی، 8% شیرینی و کیک، گوشت و مرغ، میوه و سبزیجات، نان، قهوه و نوشیدنی گرم هم به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتن و میبینیم که هرچی به سمت غذاهایی میریم که تازگی موادی میریم، کالاهایی میریم که تازگی درشون در واقع مهمتره، از اون طرف نحوه بسته‌بندی و کیفیت بسته‌بندی هم اهمیت داره، مثل قهوه و نوشیدنی های گرم یا حتی گوشت و مرغ و میوه و سبزیجات و نان. اینها هنوز سهم کمی از خرید آنلاین رو دارن، ولی غذای رستورانی که پکیجینگ و بسته‌بندی جا افتاده‌ای داره توی ایران و خوراکی و نوشیدنی های سوپرمارکتی که معمولا توی بسته‌بندی های استاندارد به صورت کارخونه‌ای تهیه و ارائه میشن، اینها اقبال بیشتری نسبت بهشون وجود داره. باز اینجا من 2 نکته رو بگم در مورد حوزه مواد خوراکی و غذا. بحث بسته‌بندی و تازگی 2 فاکتور بسیار مهمن توی تصمیم گیری کاربران برای اینکه خرید رو انجام بدن یا نه. در ادامه یه سوال خیلی خوبی پرسیده شده توی این نظرسنجی و اونم اینه که هر چند وقت یک بار به صورت آنلاین مواد غذاییتون رو خرید میکنید.
هر چند وقت یک بار کاربرها نیاز دارن که به صورت آنلاین خرید بکنن. این سوال بسیار مهمیه، یعنی تمام کسب و کارهایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، چه بر اساس داده های خودشون، چه بر اساس نظرسنجی ها یا گزارش هایی مثل این گزارش، باید بدونن که رفتار کاربرانشون به چه نحوه. چند وقت یک بار کاربرها نیاز دارن که بیان خرید انجام بدن. اگر بیشتر از اون طول کشید باید نگران اون کاربر بشن، از این نظر که اون کاربر رو از دست میدن، و یا اصلا الگوی رفتار یک کاربر خوب توی اون کسب و کار چیه. طبق این گزارش 15% از این کاربرانی که آنلاین خرید میکردن گفتن ماهی یک بار ما خرید آنلاین انجام میدیم، خرید آنلاین مواد خوراکی انجام میدیم. حدود 52% گفتن ماهی 2 تا 4 بار. حدود 24% گفتن ماهی 5 تا 9 بار و حدود 9% گفتن ماهی 10 بار و بیشتر. این به نظر من داده بسیار خوبیه و نکات جالبی هم به ما میگه. یعنی نزدیک 85% از کاربران بیش از 2، 3 و 4 بار در ماه خرید میکنن. این یعنی هفته‌ای حداقل یک بار خرید میکنند و این نشون میده که نحوه رفتار کاربرها توی خرید آنلاین با بسامد هفتگی داره اتفاق میفته. بنابراین وقتی شما یک سایت سفارش غذا دارید یا یه سایت سوپرمارکتی دارید، این انتظار رو دارید که کاربرانتون هر هفته حداقل یک بار از شما خرید رو انجام بدن. در ادامه سوال دیگه‌ای پرسیده شده که معمولا توی چه موقعیت‌های خرید آنلاین انجام میدید؟ پاسخ به این سوال هم به نظر من داده جالبیه. نزدیک 50% کاربران گفتن زمانی که توی خونه باشن خرید آنلاین انجام میدن و نزدیک 16% گفتن زمانی که سر کار باشن، 14% زمانی که مهمون داشته باشن، 11% زمانی که تنها باشن و مابقی توی شرایط دیگه. این که کاربران مواد خوراکی رو طبیعتاً زمانهایی میخرن که بیشتر توی خونه باشن، به خصوص خریدهای سوپرمارکتی، و طبیعیه که ما انتظار داریم که بخش مهمی از کاربرانمون کارمند باشن، معمولاً تا بعد از ظهر درگیر کار باشن، وقتی خونه میرسن شروع بکنن به خرید کردن. بنابراین این یک نوع رفتار زمانبندی شده از کاربران رو هم به ما نشون میده و خوبه که یادمون باشه کاربران مواد خوراکی و غذایی رو بیشتر مواقع وقتی خرید انجام میدن که توی خونه باشن. احتمالاً این 16% هم که گفتن زمانی که سر کار باشیم خرید انجام میدیم، کسایی هستن که بیشتر خرید غذا انجام میدن و ناهارشون رو توی شرکت یا توی اداره صرف میکنن، خرید میکنن و میخورن. در ادامه این نظرسنجی از کاربران سوال جذابی پرسیده شده که چقدر تخفیفات و پیشنهادهای ویژه یا قیمت کمتر به طور کلی مهمه برای شما توی خرید آنلاین. خب طبیعی انتظار داریم که بخش مهمی از آدم‌ها جواب مثبت داده باشن به این سوال، یعنی که خب خیلی مهمه. همونطور هم هست، یعنی نزدیک 33% گفتن خیلی زیاد براشون مهمه، حدود 13% گفتن زیاد. یعنی در مجموع حدود نزدیک 50% از کاربران گفتن که قیمت و تخفیف براشون مهمه، حدود 33% گفتن متوسط، 6% گفتن کم و 13% هم گفتن خیلی کم. برگردیم به صنعتی که داریم توش در موردش صحبت میکنیم. برای آنلاین کردن یک مارکت آفلاین معمولاً ما باید چیزی رو به کاربر پیشنهاد بدیم که خب خیلی ترغیب کننده باشه. این اتفاقیه که به صورت ناخودآگاه توی کشور ما هم افتاده. یعنی وقتی صنعت آنلاین مواد خوراکی شکل گرفته، برای اینکه کاربران رو از رفتار آفلاینشون منصرف بکنن و رفتار اونها رو تغییر بدن و بیارن آنلاین بکنن، رو آوردن به ارائه تخفیفات زیاد و الان اینجوری شده که احتمالاً ما تو حوزه خرید مواد غذایی و خرید مواد خوراکی معمولاً با کسب و کارهایی بیشتر ارتباط داریم که تخفیفات خوبی بهمون ارائه میدن و الان بین رقبای مختلف هم جنگ تخفیف وجود داره که چه اون موقعی که توی بازار غذا
رقبای زیادی وجود داشتند و خب مجبور بودن مدام با تخفیف کاربران رو به سمت خودشون بکشن و نگه دارن و چه الان که توی حوزه خریدهای سوپرمارکتی هم رقبایی که توی مارکت وجود دارن سعی میکنن با ارائه تخفیف‌های مختلف و کاهش هزینه برای کاربران سهم مارکت خودشون رو افزایش بدن. خب این داده های مهمی بود که به نظر من میرسید توی این گزارش بررسی کردنشون و بیان کردنشون میتونه مفید باشه. ما به طور کلی نگاه انداختیم به این که کاربرا چرا آنلاین خرید نمیکنن، مواد غذایی و خوراکی رو آنلاین خرید نمیکنن یا چرا خرید میکنند و اونایی که خرید میکنن رفتارهای ساده‌ای ازشون رو دیدیم که چند بار در ماه خرید میکنن، چه ساعتایی معمولا خرید میکنن و این که مثلا تخفیف یا قیمت چقدر براشون مهمه. از این نظر به نظر من این گزارش جذابی بود. ما نیاز داریم به شرکت‌ها، به سازمان‌ها، به نهادها، به مؤسسات، هر چیزی که ممکنه، شاید حتی فعالیت‌های دانشگاهی که با تحقیقات بازار بتونن داده‌های خوبی رو در مورد حوزه‌های مختلف به صورت شفاف منتشر بکنن، چون دونستن اینها برای تمام بازیگران این صنایع مهمه و میتونه توی تصمیم گیری‌هاشون تاثیرگذار باشه. منتها چند تا نقد هم به این گزارش وجود داشت که من ترجیح میدم در موردشون بگم تا و امیدوار باشم که یه ارزش افزوده‌ای باشه از این صحبتایی که من دارم که توی گزارش‌های بعدی تکرار نشه. نکته اول این بود که این گزارش چند جا اشتباه داشت، یعنی به خصوص اون داده‌هایی که در مورد داده‌های جهانی بود اصلا معتبر نبود، معلوم نبود از کجا اومده، چیزی که بیان کرده بودند به نظر اشتباه می اومد. تو یکی از این نمودارها که حتی من خیلی در موردش صحبت نکردم، اعدادی که روی نمودار نوشته شده بود با اعدادی که توی متن نوشته شده بود مغایرت داشت. نکته بعدی که به نظرم خیلی توی این گزارش بد بود و واقعیتش تو ذوقم میزد، استفاده اشتباه از پای چارت بود. به طور کلی سال هاست که کسایی که تو حوزه دیتا استوری تلینگ دارن فعالیت میکنن و ویژوالایزیشن توصیه میکنن که از پای چارت استفاده نشه. دلیلش هم بحث‌های زیبایی شناختیه، هم این که پای چارت پرسپشن و درک اشتباهی رو به کاربر منتقل میکنه و اون تأثیری که ما میخواییم رو نمیذاره. توی این گزارش تقریبا تو همه نمودارها از پای چارت استفاده شده بود و اشتباه هم استفاده شده بود، یعنی فقط این نبود که استفاده کرده باشن و خوب بود که استفاده نکنن، نه، اشتباه استفاده شده بود. وقتی ما یه پای چارت میکشیم داریم مقادیری رو از کاتگوری ها، دسته‌بندی های مختلف با هم مقایسه میکنیم که مجموعشون بشه 100%، در حالی که داده هایی که اینجا توی پای چارت بود لزوما اینجوری نبود، یعنی تقریبا هیچ کدومش اینجوری نبود. ما پای چارت هایی داشتیم که هر کدوم از اسلایساش 2%، 3% بود و اگر اونا رو جمع میزدیم مجموعاً 10% هم نمیشد، ولی یه پای چارت کامل رو شکل داده بود، در حالی که ما انتظار داریم که اون 100% باشه. یا پای چارت هایی رو داشتیم که 45%ش اندازه اسلایسش اندازه 10% بود، چون اصلا مجموع مقادیر اون دسته‌بندی های مختلف که تو اون نمودار بود 100 نمیشد، بیشتر از 100 بود. مثلا از کاربر پرسیده بود که دلایل اینکه خرید آنلاین میکنید چیه و کاربر ممکن بود یک یا چند تا از گزینه‌ها رو انتخاب کرده باشه و نمیشه اینها رو توی پای چارت نشون داد، چون هر کاربری چندین گزینه رو ممکنه استفاده کرده باشه. بنابراین استفاده از پای چارت هم عجیب بود، هم اشتباه بود. از یک مؤسسه یا شرکتی که ادعا داره سعی میکنه یک پلتفرم از صنعت رو تشکیل بده و بخشی از مأموریت خودش میدونه که گزارش‌های داده محوری رو توی این حوزه منتشر بکنه، یه مقدار انتظار میره که روی نحوه استفاده از داده، ویژوالایزیشن، چارت‌های مختلف دقت بیشتری داشته باشه، هم روی کیفیت و زیباییش، هم روی صحت و دقتش. نکته بعدی که ایراد بعدی که به این گزارش وارد بود به همریختگی روایتش بود. واقعا استوریش به شدت به هم ریخته بود، خیلی عجیب بود. یعنی من بارها داده های مختلف رو کنار هم گذاشتم تا بفهمم که دارن در مورد چی صحبت میکنند. بعضی از داده هایی رو که به نظرم اصلا داشت روایت رو به هم میریخت رو اصلا توی این اپیزود هم اصلا مطرح نکردم، در موردشون صحبت نکردم.
بنابراین احساس میکنم که یه مقدار استوری این گزارش رو میتونستم بهتر تهیه کنم با توجه به اینکه داده های خوبی جمع آوری کرده بودن و این فرصت رو داشتن و این امکان رو داشتن که همچین پژوهشی رو انجام بدن، میتونستن داده ها رو با روایت بهتری منتشر بکنند. در نهایت در کنار این نقدها، همه این نقدها، من تلاش فودکس رو برای انتشار این گزارش واقعا تحسین میکنم و امیدوارم که روز به روز بهتر بشه و امیدوارم توی صنایع دیگه‌ای هم ما بازیگرانی داشته باشیم که وظیفه خودشون یا مأموریت خودشون بدونند که در مورد اون صنعت صحبت بکنن، ریسرچ بکنن و داده هاش رو منتشر بکنند. خیلی ممنون که به من گوش کردید. این اپیزود 5 از پادکست داده‌گذار بود و من داده های مهمی رو که فکر میکردم از گزارش فودکس از رفتار کاربران ایرانی در خرید آنلاین مواد غذایی و خوراکی بود باهاتون به اشتراک گذاشتم. اگر نظر، نقد یا کامنتی داشتید ممنون میشم که هر جا که راحت بودید با هم در میون بگذارید. سپاس.